آی خواهر، تو زبان داری یا نه؟ تو گپ میزنی؟ اقلا نام و نسبت رو گوی که من در این کتاب قید کنم. خدایا توبه. این گونه بیمار رو بار اول میبینم. همشیره، لابای این کس را برده در حجره 4 جای دهید. مایلش. شاید بعد کمتر استراحت کردنش عصبش آرام شود و به گپ درآید. او را تحت نظارت خود گیرید. فهمو؟ بله فهمیدم دکتر. خز دوگانه جان، خز رفتیم. کمتر دم میگیری، با خود میایی، همش خوب میشود. سلام یوسف. اینقدر دیر کردی یوسف؟ کمی کار داشتم، از همین سبب دیر کردم. فهمیدم. یک قهوه بیارید. لازم نیست ظفر جان. هیچ گپ نه. یوسف چیکار کردی؟ معلومات رو به دست آوردی؟ بله، همش رو دریافت کردم از یتیم خونه. سلامت باشید. تشکر. این چی کاغذ است یوسف؟ حجت است که چند سال باز در جستجویش بودی. مادامی که همش رو خودت معین کردی و میدونی، پس چی حاجت خوندن این کاغذ برای من؟ همش رو خودت نقل بکن، تو رو من گوش میکنم. ظفر چه خیلی فهمونم، نمیدونم، شاید بعد شنیدن این سخنها تو غمگین شوی. یوسف آخر به این هم من در حیاتم روزی خورسندی رو کم دیدم. یگان چیز رو از من پنهان نکن. چیزی میدونی بگو. مطابق معلومات های بعد از اومده، بعد از تولد شدن تو خواهرت، مادرت از بیماری سخت از دنیا گذشته است و پدرت باشد با بیماری سرطان دچار بود. او میدانست که از عمرش که هیچ باقی نمانده است و تو خواهرت رو در یتیم خانه سپریده است و بعد یک چند مدت پدرت از دنیا گذشته است و تو خواهرت در یتیم خانه به وای رسیده اید. یوسف من نفهمیدم، تو خواهرت گفتی؟ بله خواهرت. من یعنی خواهر داشتم؟ بله خواهر داشته ای. خدا را شکر، خدا را شکر میگویم که من خواهر داشتم. یوسف جان، پس در کجا بودن خواهرم رو نیز معین کردی؟ بله معین کردم. تو میتوانی حاضر منو به نزد خواهرم ببری؟ البته میتوانم. ظفر تو ما رو با دقت گوش بکن تو آخر. چه خیلی فهمونم. یوسف نقل بکن، تو را من باور میکنم. هر آن چیزی که میخوای گفتن پنهان نکن، بگو. دخترو بینید عزیزی دلی من برای من چقدر تحفه زیبا آورده. واه چقدر تحفه زیبا ها. کاش من هم مثل تو عزیزی دل می داشتم، برای من همچنین تحفه ها می آورد. زیبیده است. بله زیبیده است. کنی بینیم این قدر وقت زلیخای ما چی می نوشته باشد. ها کنی بخون. ای عشق من دمسازی من، ای مونس و همرازی من، در باغ عشقم همصدا با اندلب آوازی من. ها این زلیخای ما در حقیقت هم از درد عشق ظفر شاعره شده است کو. من با عشق زلیخا و ظفر تایها باز قایل شده بودم. زلیخا با یادت هست روزی از غایت تیرش که بد خود از ظفر رنجیده بودی. شبی بارانی ظفر بیچاره تا صبح سحر در تگ تریزه خوابگاه
انتظاری تو بود. ها به یاد من هم آمد وقتی که سحر از خوابگاه میبر آمده ظفر بیچاره در بالای ریخته برگهای درختان خوابش برده است. مجنونی تپ تیر. چرا خاموشی گپ زن؟ زلیخا چی گفتی؟ زلیخا خواهر توست. زلیخا خواهر من؟ نه یوسف، این ناممکن است. تا جایی که من میدانم باری اول با زلیخا در یتیمخانه واخوردم و او را هم نمیشناختم. اگر زلیخا خواهر من میبود آخر مربی‌ها با من میگفتند شاید این دلیل ها درست باشد. یوسف گفتم کو با من باور نمیکنی. این سخن‌های گفته من نیست. هر چیزی که بود از یتیمخانه دسترس کردم. دیگرش را نمیدونم. یعنی زلیخا خواهر من بوده است؟ نه. آچش لبای آفرین. اوش شود. آفرین آچش، بسیار بامزه. دستات در نکند. نوشی جان. یوسف جان چایرزم. نه مادر جان دوان دارم. تشکر. من باید به کار روم. دیر شد. پوشیددش. یوسف لبای کنی اینجا بیا. لبای پدر. خیر بچم، من به کار میروم. تو احتیاط شو. خیر خیر آچش. ناز رفته بیایی. میلش. آزیر میروم. ضروری کار. مادر جان جان من هم باید بیروم. بابا درس دیر نمونم. مایلش جانی اوچه. خدا کتا احتیاط کن. مایلش فهمیدی؟ مایلش. خب روی خیلی مادر صفحه جان. پسرم. خب احتیاط باش. ظفر گوش کن ظفر، تو از یه روز باز با من معامله خوب نداری و حتی به زنگ تلفنم جواب نمیدی. چرا تو با من چنین مناسبت میکنی؟ ظفر بگو به تو چی شده است؟ چرا چنین رفتار میکنی؟ مگر عشق و عاشقی اظهار محبتی تو دروغ بود؟ کاشکی دروغ می بود. این همه در خواب و خیال می بود. زلیخا، من دیگر با تو بودن نمیتوانم. هر آنچه که بین من و تو بود همش رو فراموش بکن. تو شوخی میکنی یا جدی گفته ایستاده ای؟ جدی میگویم. خیانتکار. زلیخا چرا گریه میکنی؟ با تو چی شد؟
زفر به عشق پاکمون خیانت کرد. زلیخا شاید شوخی کرده باشد. نه، او جدی گفت. میفهمی؟ خیلی جدی. صدقه عشق پاکی من شود. خدایا من بغیر از او کسی ندارم. میفهمی؟ کسی ندارم. زلیخا جان تو تنها نیستی، من هستم، هم سبقون هستن، همش خوب میشود. گریه نکن، بیا میرویم از اینجا. بیا رفتیم. خیلی زلیخا. زلیخا من امروز تو رو رنجانیدم، مرا ببخش. من وعده میدهم که دیگر تو را نمیرنجانم. من مطمئنم که زلیخا خواهر توست. خیانتکار. ما نتیجه تشخیص را معین کردیم. بخیر است دکتر؟ انا چطوری که میبینید در این موضع سر رگ‌های معده خونگرد واقع است. در نتیجه سخت لط خوردن سر یکی از این رگچه ها کنده شده خون به معده سر خیلی نزدیک آمده بود. خوشبختانه ما این را برطرف کردیم. لیکن تشخیص یک چیز دیگر را به ما نشان داد. بسیار می‌خواستیم که این خطا باشد. اما 3 مرتبه که تشخیص گذراندیم عیناً چنین بیماری را در معده سر شما به ما نشان داد. این چگونه بیماری بوده است دکتر؟ بسیار می‌خواستیم که این خطا میشد. لیکن چی علاج؟ دکتر پنهان ندارید، بگویید این چگونه بیماری است؟ بیماری سرطان معده سر. سرطان؟ انا این بوده است تقدیری پر اسرار من. دکتر شما بگویید که ارگانیسم من با این بیماری چند مدت دیگر تاب آورده میتواند؟ شاید 10 روز، شاید 100 روز. انیقش را گفته نمیتوانیم. اون به توانایی ارگانیسمی هر یک بیمار وابسته است. تو چیکار میکنی؟ چرا این دورو را استعمال میکنی؟ آخه اینها به سلامتی ضرر دارد. نزدیک نشو، من خودم را میکشم. نزدیک نشو. زیغ نشو، ما طبابت میکنیم. دکتر من نغز میدونم که این بیماری طبابت نشونده است. بزرگان گفتند که ناامید نباید شدن از گردش ایام. دکتر یاری دهید، بیمار دست به خودکشی زده شده است.
نزدیک نشوید. من زیستن نمیخواهم. مانید که من بمیرم. گوش کن خواهر، تو خودکشی کردن میخواهی که از غم و غصه آزاد شوی؟ نه، خطا میکنی. خودکشی کردن این گناه عظیم است. چرا تو فکری طفلی در بطنت بوده رو نمیکنی؟ او را فوراً به شعبه احیاگری بردن لازم. مایش این دنیا را ببین. یکی در حسرت عمری دراز است، دیگری باشد از عمرش بیزار. زلیخا، من دیگر با تو بودن نمیتوانم. زلیخا، چرا گریه میکنی؟ نخود که برای یک بیوفای بلهوس اشک چشمانت را حیف کنی. هایتن هایی دل دیوانه. چه خیر گریه نکنم. بعد از این قدر سالی که ما با هم عاشق بودیم، به یگان اساس آرامونه میگوید که دیگر ما با هم بودن نمیتوانیم. دلم رو یخ بر این سرد کرد. میفهمی؟ باز چی گپ شده است؟ این لیلی و مجنون نمونوی از همدیگر رنجیدند. دوگانه ها حاضر عشق صمیمی در دل یگان جوان مونده است. انا برای همین من غیر از خودم یگان کسی دیگر را دوست نمیدارم. زیغ نشو زلیخا جان، انه گل را گیر، پروا مکن، همش میگذرد. زلیخا جان گریه نکن، همش نغز میشود.
نمیایی تو دیگر سراغ دل من، نمیایی تو دیگر تو را من نیابم. دختری نقص، چرا تو گریه میکنی؟ تو چی مشکلی داری که با مرگ خودت راضی شده ای و حتی دست به خودکشی میزنی؟ میدانم وقتی که انسان با یگان مشکلی سخت روبرو میشود دنیا تاریک میشود و زندگی برایش بیرنگ میگردد، لیکن تو این را از یادت نبرار که خودکشی این یک گناه عظیم است. تو مشکلیت را با من بگو، شاید من به تو کمک بتوانم. نه، تو به من کمک کردن نمیتوانی. چرا نمیتوانستم؟ چون که این مشکلی ناموسی من است. من باید بمیرم. دختری نقص، من به تو قول میدهم که تو را کمک میکنم. گپ زن، بگو مشکلیت را، من تو را گوش میکنم. وقتی که به دانشگاه داخل شدم با جوان دل باختم، او از عائله ثروتمند بود. من فکر کردم که مرا خوشبخت میکند، ولی افسوس که مرا در نیمه راه زندگی پرتافت، مرا شرمنده و بدبخت کرد. چند مراتب شد که از خانه پدر و مادرم زنگ میزنند، تو را یاد کرده میگویند تیز بیا، اما من باشم با آنها هر دفعه وعده ای دروغ میدهم. آخر من با این اوحالم چه خیل به خانه میروم. جوانی که با تو چنین مصیبت کرد حالا او در کجاست؟ نمیدانم، رقم تلفنش را عوض کرده است. شاید 10 روز، شاید 100 روز انیقش را گفته نمیتونم. مادامی که من به تو قول دادم که تو را یاری میدهم، بیا شناس میشویم. نامی من ظفر، نامی تو چیست؟ گلنازه. خیلی خوب، انا شناس هم شده. گلنازه گریه نکن، گودکی در بطنت بوده رو من به دوش خود میگیرم. رفته و پدر و مادرت میگویم که گودکی در بطن بوده گلنازه این فرزند من است. تو چی مرا مسخره میکنی؟ مگر من به شخص مانندم که حالت فاجعه بار نفر دیگر رو من مسخره کنم؟ تو خودت رو به این کار آلوده نکن، ملامت بر سرت نگیر. پدرم مرا نمیبخشد، برادرم باشد خیلی بدخشم است، تو را میکشم. تو نترس، او مرا اصلا کشته نمیتواند. من کاری میکنم که تو عائله‌تان رو از این بدبختی خلاص کنم.
دادش لبای وعده اومدن گلنوزه همین روز بود. او روز نیست شد از او درکی نیست. کنی یک بار دیگر زنگ زنید. او چش تو خودت نغز میدونی که از همین شهر تا به قشلاق ما ماشین ها کم میان میروند. شاید از همین سبب باشد که کمترک دیر کرده ایستود است. خدایا دخترکم رو صحت و سلامت به نزد من بیار. هیچ زنکی ساده ای همین خیرت که دخترت مثل دیگر دخترها در خارج کشور تحصیل نمی کند. نباشد به فکرم دلت از انتظاری مثل پفک بر این کفیله میمانده. مادر که هستی البته غم میخوری دادش. جمشید دیدی عشق عاشقی امروزه رو؟ بله. دیروز با ظفر، امروز باشد با یوسف، فردا میبینی که باز به یگان مجنون دیگر دل بسته است. خیر دختره حاضر از زمانده. زلیخا حاضر یک دقیقه است من میایم. نمیدونم. گوش کنید باز یک بار دیگر این سخنات رو میشنوم از خودتون گله کنید. فهمو تیز حرفتون رفته از زلیخا عذر پرسید. زود زلیخا ما رو ببخش، ما تو رو رنجاندیم. سیق مشو بیا میرویم همش خوب میشود. دکتر ما در این بیمارخانه دلگیر شدیم. اگر اجازت میشد ما رو جواب میدادید. مایلش تو رو جواب میدهم، لیکن در تحت نظارت ما باید باشی. مطابق این داروخطی که نوشتم این داروها را گرفته استعمال کن. اما این خواهرم را جواب دادن نمیتوانم. چرا دکتر؟ برای آن که ما شخصیت این کس را تا حال معین نکرده ایم. بر ضمن این باید ما به میلیسیا درباره خودکشی خبر دادنمان لازم. دکتر خواهش میکنم صبر کنید. آخر این کس یک مشکلی دارند که با فکرم آن را تنها من حل کرده میتوانم. او باید حتما با من برود. او خودش برای با تو رفتن راضی است؟ بله راضی است. اقلا نام و نسبش را گوید که من در اینجا قید کنم. قربان آوا گلنازه. سال تولدتان 1994. انا این گپی دیگر می توانید روید. تشکر دکتر. سلامت باشید. رفتیم گلنازه. این باران هم میخشت ها را رسوا کرده است. کنی شرفگن گیر. پایان خانه بردمون. انا اینش را هم گیر. انا این را. بس گرفته بعد. هم میخشت ها رسوا شده. همینجا. تشکر یوسف جان. مالش خیر. ظفر لبای این دختر رو نشناختم.
بعد همشو میفهمونم. بله. گلنازه حاضر کمتر تو دورتر رو. من با پدرت مصلحت میکنم، بعدا تو بیا. ملش لابای کی باشد این آزیر؟ سلام تاقو جان. و علیکم السلام. شما رو نشناختم جوانی نقص. تاقو جان من از شهر، همسبلق دخترتون گلنازه. نخود پس چرا ایستاده؟ مرحمت درو درو. السلام علیکم، خوش آمدی پسرم، خوش آمدی. مرحمت درو. گوش کن پسرم، هم سبق دختری من گلنازه باشی و پس چرا یک جایه نآمدید؟ تاقو جان میدونید من به یک مقصد نزد شما آمدم. پسرم چی مقصدی که داشته باشی به ایبا گپ زدن گیر. مرحمت آچش لبای کنی اینجا. السلام علیکم خاله جان. انا این کس علیکم السلام. هم سبق دخترم گلنازه. خوش آمدید پسرم، خوش آمدید. گلنازه مرا ندیدید؟ چرا نآمد گلنازه؟ حاضر همش رو میفهمی. مرحمت. گذارید مرحمت. از پای دستر خوشا. خوش آمده، خوش آمده. مرحمت. خیر پسرم، بار دیگر خوش آمد. تشکر تاقو جان. امروز وعده آمده گلنازه بود، یگان واقعه روی نداده باشد. نه تاقو جان همش خوب است. من گفتم که به یک مقصد نزد شما آمدم. هیچ گپ نه. بیا ایبا شرم نداشته گپ زدن. ها کنی دادیش؟ دسترخوان رو مرحمت دسترخوان. خاله جان تاقو جان لبای لازم نیست. چه میشد پسرم؟ شما از راهی دور آمدید. خاله جان گفتم که لازم نیست. شما شینید، من یک گفتنی دارم. او این چه میشود های دادیش؟ گفتنیه دارد. مرحمت گپ زن، شرم ندار، گوش میکنیم. تاقو جان خاله جان من و گلنازه همدیگر رو دوست می‌داریم. من میخواهم که با گلنازه خانه‌دار شوم. گوش کن سرم، از روی رسم آیین باید که پدر و مادرت به خواستگاری می آمدن، نه اینکه تو. تاقو جان میبخشید، من پدر و مادر ندارم. یگان خشتبار هم نداری پسرم؟ متاسفانه خشتبار هم ندارم. من در یتیم خانه به وای رسیدم. گوش کن جوانی نقص، اولش اینکه ما دخترمان گلنازه رو برای دانش آموختن به دانشگاه داخل کردیم، نه برای شوهر کردن. بر زمین حالا تا ختم کردن دانشگاه 2 سال دیگر وقت هست. همین که دانشگاه رو ختم کردید آن بعد ها یک جای نشسته مصلحت میکنیم، وقتش میرسد. تاقو جان دیگر وقت نداریم، الکی دیر شده است. چی خیلی دیر شده است؟ چه خیلی دیر شده است. انیقتر گپ زن، نفهمده ایستاده. یعنی من گفتنی هم که من و گلنازه ازدواج کردیم. چی؟ خیلی ازدواج زده. صبر کن پسرم، گوش کن. تو با ما انیقترش رو فهمان، درستر فهمان. چی خیلی ازدواج؟ یعنی من گفتنی هستم که گلنازه حامله داره. خانم رو سوزاندی گل. در افغان ایستا. شرفکن ایستا بچه. ایستا حیوان. ایستا شرفکن ایستا نزن. میکوشم. ایستا صبر کن. نزن بچم ایستا. باز برو نکشی. نکشم داده، او ما رو شرمنده کرد. وای ایستا شرفکن. خواهیش میکنم او را نزنه، او گناه ندارد، من گناه دارم. گم شو از نظرم، گم شو. سردیه مادر جان اینجا بیا حیوان، تو با ناموسی ما داغ آوردی. میفهمی؟ میکوشم سردیه. ایستا
رفتی. مرا ببخش زفر. گلنوزه، من از تو چنین رفتار را انتظار نبودم. تو ما را شرمنده کردی. شرمنده. پدر جان، نفرت دارم. پدر جان، مادر جان، او گناهی ندارد. ما با تو باور کرد تو را به دانشگاه داخل کردیم. جواب نیکی های من و پدرت همین است. مادامی که خودت گناهکار باشی، لباس هایت را خوندار و دفع شو از نظرم. تو را دیدن نمیخواهم. نمیخواهم. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ این روز به وقت شد و از یوسف درک نیسته. صابر لبای سردار بگاه روزی استراحت است. تو رو دم گیر. من هم فهمیدم. دادش اومدید. جان و چش. خسته نباشید. کمی خسته شدم. خوش آمدید. و چش؟ لبای. یگان خوراک با مزه تیار کردی آخر؟ البته که تیار کردم. امروز نانی گرمک پخته انا برای شما قروتاب تیار میکنم. خوراکی دوست داشته هاتون. بسیار خوب کردی. آفرین. یوسف حالا هم نامده است؟ فهما. او را هر چیز زودتر خاندار کردن در کار. خوندنش چی میشود دادش؟ خواندن را با آیله داری هماهنگ میکند، همش خوب میشود. فهمیدم. ای؟ خیریه. اوه قروتو. قروتو. سلام مادر جان. دستی نشسته ها؟ یوسف. لبای پدر جان. چرا امروز به درس نرفتی؟ من رفتم بس همش فهما. ما با مادرت مصلحت کرده به قرار قطعی آمدیم. مادر جان. لبای. شما با پدرم چی مصلحت کردید؟ من و پدرت مصلحت کردیم که تو رو آیله دار کنیم. چی شد؟ مادر جان حالا وقت است کو؟ ای تو وقت یک طرف مانو گپ زن که عروس شونده داری یا نه؟ بله دارم. خیر. عروس شونده از شهر است یا از دهات؟ از کدام آیله؟ مادر جان همین که توی کردیم به خونه آوردیم، همش رو میفهمیم از کدام آیله بودنش رو. اقلا عروس شونده نام دارد؟ نامش زلیخا. زلیخا؟ بله. یوسف و زلیخا. اوه شهبچه اوچه. یوسف اوچه، جان اوچه. کنی زود رفته دستکاتا شسته بیا. قروتاب میخوریم. قروتاب میخوریم. دادش بیایید قروتاب تیار شد. یوسف جان اوچه. واه دادش همین قدر قروتاب با مزه شده است که زفر
تو حالو هم خوب نرفته ای؟ تو چرا خوب نمی روی؟ من در فکر و خیال غرق شدم. از چی سبب باشد تو این همه مشکلی رو به گردن خود گرفتی؟ شاید این یگام سبب دارد. همش خوب است. رفته خوب کن. من همینجا می ایستم. رو خوب کن. زلیخا میدونی دیروز پدر و مادر مصلحت کردن که مرا هر چیز زودتر اولیه دار بکنن. چی خیلی نقص؟ یعنی توی میخوریم گوی؟ نه زلیخا، میدونی من تو رو چقدر دوست میدارم. اگر تو با من با شوهر برای من برای جونم رو فدا میکنم و حتی لازم شود از آسمان برای ستاره میارم. یوسف، شما چی ها گفته استادید؟ اگر همه عاشقان به مثل شما عشق اصلی می داشتند حالا در آسمان ستاره نمیماند. زلیخا، انا من برای توفه آوردم. انگشترین انگشتت رو با من ده. نه یوسف، حالا من تیار نیستم برای قبول کردن توفه شما. گلنازه گریه نکن. دیگر اصلا در این خانه نمیمونی. خیز لباسیات رو جمع کن، به شهر میروی. آخر من تو در شهر خانه نداره. در کجا زندگی میکنه؟ من در این باره با یک رفیقم صحبت کردم. او خانه‌اش رو به ما به اجاره میدهد. در همون خانه زندگی میکنیم. خیز لباسیات رو جمع کن. خیز. حاضر یه دقیقه. لابای گوش میکنم. سلام یوسف جان. سلام یوسف جان، مرا از این دهه به شهر رفتنم لازم است. اگر وقت می داشتی مرا اومدت تو به شهر می بردی؟ خب مایلش میایم. یوسف جان، از یادم نبراید سری قدم یک به نزد پرویز رو، کلید خونه رو او به تو میدهد. آورده به من ده. خب منتظر باش. مایلش. خب خیر، من انتظار میشوم. یوسف، اگر مخفی نباشد با کی گپ زدید؟ با ظفر. بلکه کدام دختر وسیده است، دختر بیچاره از اون حامله دار شده است. دختر رو گاه به دهه میبرد، گاه به شهر میارد. بیچاره ظفر در گرداب زندگی غرق شده است. خیلی چی علاج؟ دوست جانی است، باید کمک کنم. یوسف، بیایید من توفه شما رو قبول میکنم. به شوخی؟ بیار انگشتت رو. خیلی توفه زیباست. تشکر. نمیارزد. یوسف جان، لبه وقتی رفتنی من هم شده است. من باید به صورت گیر خانه می رفتم. رسمی بیم که با من است کمی رنگش خیره شده است. میخواستم سه رنگ تر و کلان ترش کنم. با اجازت شما. زلیخا، تو بهترش رسمی بیاد رو با من ده. من در صورت گیر خونه دوستی نزدیکی دارم.
расми бибиядро калонтар серангтар карда баъдан ба назди ту меоям. аниқ албатта. майдаш зулайхо бибия дар куҷост? бибиям дар қайди ҳаёт нестанд. бахшиш худо раҳматаш кунад. зулайхо ту хубтараш ягон дугонаатро гирифта ба мағозаи сару либоси арӯсӣ мерафтӣ. ба худат ягон либоси арӯсиро интихоб мекардӣ. юсуфҷон охир ҳоло барои интихоб кардани сару либоси арӯсӣ вақт аст ку? ман фикр мекунам ки ҳозир сари вақт аст. биё рафтем. биё рафтем. духтараки беақла, ту чӣ кор кардия? охир меомадӣ дар қишлоқ ба обро тӯй мекардӣ. бо падарат гап занон карда гуфтам ки шумо инҷо бимонед, аммо розӣ нашуд. гуфт ки агар онҳо инҷо бошад дигар қадамамро ба инҷо намемонам. духтар, охир шумо дар шаҳрхона надоред, дар куҷо зиндагӣ мекунед? холаҷон, шумо ғам нахӯред. ман дар ин бора бо як рафиқам суҳбат кардам. ӯ хонашро ба мо ба иҷора медиҳад. мо дар ҳамон хона зиндагӣ мекунем. қаҳри падарат ки пас шуд, албатта хабаргирияд. ту худатро эҳтиёт кун. биё рафтем гулноза. хайр юсуфҷон, ташаккур. майлаш. хуб, ҳана ба ин тараф. зафар як дақиқа. лабай. ма ин маблағҳоро гир, дар кор мешавад. не юсуфҷон, лозим нест. каме ҳам бошад барои иҷорат лозим мешавад. ма гир. хайр майлаш. ташаккур, ташаккур. даро бубин. гулноза, хона ба ту маъқул шуд? ташаккур, хеле маъқул шуд. ҳа, ана ин калидро бигир. ана ин маблағ барои иҷорапулӣ. соҳиби хона ки омад, ин маблағҳоро ба ӯ биде. ман меравам. ба куҷо? гулноза, ҳар он чӣ ки аз дастам омад бароят кардам. то умр боқист бароят кӯмак мекунам. вале ман дар ин хона бо ту будан наметавонам. ба ту чӣ шуд? не ҳеҷ гап не. худоё, мегузарад, ҳамаш мегузарад. худоё, ба ту чӣ шуд? гуфтам ку ҳеҷ гап не, мегузарад. майлаш, хайр. зафар, ин қадар некиҳое ки барои ман кардӣ маълум мешавад ки ягон сабаб дорад. бале гулноза, ман беморам. бемор? чӣ хел бемор? беморие ки тавобатнашаванда аст. яъне саратон. саратон? бале. ҳа, ягон мушкилият баромад. ба ман занг зан.
من حتما کمک میکنم. میلش خیر، من میروم. زفر اوچش لبای اینجا بیا. دادش چشمکاتون سیغ زده؟ نموندید که یک دمکت دم گیرم. اوچش تو با پسرت مصلحت کردی؟ ها دادش مصلحت کردیم. خیر. یوسف جانی ما هم سبقش رو دوست می‌دارد. هم سبقش رو؟ ها هم سبقش رو. خیر کی بوده است؟ همین قدر پرسیدم انیقش رو نگفت. به فکرم کسی آمد، یک ببین. سلام اوچه جان. اومدی پسرم. نامشگیر و گوشش کش. اوچه جان جان با روایت و مسئله گم میزنید؟ من نفهمیدم. تو به خونه درو همش رو میفهمی. مایلش سلام پدر جان. شیری داداش. هوپا 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 هی. خیر شیری داداش، چه حال داری؟ خوبی؟ رحمت. خواندن ها چطور؟ میشود. یوسف جان، شنیدم که تو هم سبقت را دوست می داشته؟ بله پدر جان. گوش کن پسر جان، من و مادرت والدان تو هستیم. ما باید دانیم که آن دختری که تو دوست می داری از کدام طبقه است، از کدام اویله است، چی کاره است؟ روز گپ نمیدونم از کدام اویله است. چی؟ این گپ بینن تو نمیدونی از کدام اویله است و میخوای بابا ازدواج کنی؟ همینش رو میدونم که بعد از وفات پدر و مادرش یک چند مدت در تربیت بیبیش بوده است. بعد از وفات بیبیش او رو با یتیم خانه سپریدند و او در یتیم خانه به وی رسیده است. در یتیم خانه؟ بله. چی تقدیری سخت. بخشش پدر جان. نه پسرم جواب ده. مالش لبای. از یتیم خانه بود از دادش؟ دختر از یتیم خانه؟ عجب. خدایا. اوچش دختر از یتیم خانه؟ فهمیدم دادش. اوچش به این رسم نگاه کن. او رو شناختی؟ شناختم. یوسف. خیلی مایلش بعد گپ میزنیم. لبای پدر جان. پسرم تو این رسم رو از کجا گرفتی؟ این رسم بی زلیخا. زلیخا؟ ها بله. کدام زلیخا؟ عروس شوندم. با شما چی شد؟ یوسف جان چرا گریه میکنید؟ چی شده است؟ پسرم یوسف بیا پسرم اینجا شین. پسرم
میدانی چی؟ آچش فرصت فرا رسیده است که تو حقیقت حال را بدانی. چی خیلی حقیقت؟ کدوم حقیقت؟ من نمیفهمم. پسرم، وقتی که من و مادرت ازدواج کردیم ما خیلی خوشبخت بودیم، اما هر خوشبختی ناکامی های خودش را دارد پسرم. خداوند لایق ندید که من و مادرت صاحبی فرزند شویم. یک روز همراه مادرت مصلحت کردیم که از یتیمخانه یگان کودک را گرفته تربیت کنیم. در همان شب و روز تو و زلیخا دوگانیک تولد شدید. پدرت دوست جانی من بود. وقتی که پدرت این خبر خوش را می شنود از شادی زیاد سرعت ماشین را می تیزاند و به صدمه دچار می شود. مادرت همین خبری ناخوش را شنیده تاب نآورده از دنیا می گذرد. تو یک مدت در تربیه بیبیت بودی. یک روز من و مادرت نزد بیبیت رفتیم. زاری و تولا کردیم که تو را به تربیه خودمان بگیریم. بعداً مرا به شهر به کار دعوت کردند. از سبب دور بودن راه ما خانه‌مان را فروخته در شهر خانه گرفتیم. به شهر کوچیدیم. در این میان بیبیت نیز از عالم میگذرد. من و مادرت قرار دادیم که زلیخا را هم به تربیه خود بگیریم. وقتی که به خانه‌تان رفتم آنجا الکی کسی دیگر زندگی میکرد. از بیبیت و از زلیخا پرسان شدم. گفت من هیچ چیز را نمیدانم. پس من فرزند شما نیستم. یوسف مادر جون، زلیخا خواهر من بوده است. خدایا یوسف جان. یوسف پسرم، جونی اوچه، شیرینی اوچه. یوسف نرو، همش خوب میشود. نرو پسرم. کمپیری سایرم رو پسر خواندش آمده گرفته برده هست.
تماما به بازگشت به اینجا. اشک شادی میریخت. تقدیرش بلندی کرده است. ما را باشد هیچ کس سراغ نمی کند. یگانه پسرمان را از دست دادیم، چون که ما گناهی عظیم میکردیم. وعده دادم به خالم چی میشود؟ مگر این خیانت به امانت نیست؟ دیگر چاره نداریم، میفهمی؟ چاره نداریم. خودتون رو به دست گیرید. عصبی شدن به شما ضرر دارد. گلبهار، ما خیانت به امانت کردیم. زیبا بوده است. می شود. زلیخا با این نگر چه خیلی زیباست. با تو زیبنده است. خیلی زیبا. این نشم خوشو، لیکن با فکرم ترش کلانتر. ها دامنش زیبا، این جایش برای تو کوتاه‌تر است. یوسف. زلیخا با این نگر. زلیخا یوسف چرا از ماشین نمیفراید؟ نمیدونم. حاضر یک لحظه است، من میایم. یوسف با تو چی شد؟ من و دوگانه ملکه چند نمودی لباس عروسی رو انتخاب کردیم. بیا رفتیم، کدامش به تو محقق شود همانش رو میگیریم. زلیخا، من از تو معذرت میخواهم. من دیگر با تو بودن نمیتوانم. تو خواهری من بوده ای. یوسف، تو فهمیده ایستاده ای که چی گفته ایستاده ای؟ عقلت در جایش است یوسف، یا دیوانه شده ای؟ وقتی که رسم بیبیت را کلان کرده به خانه بردم، یعنی تو برادری من هستی؟ من خواهری تو؟ بله زلیخا، من باید بگویم که سببگاری روی تفتن ظفر از تو این منم. میفهمی؟ منم. چرا سبب گارش تو بوده ای؟ تو به اوی چی گفتی که او از من رفت؟ وقتی که
زفر خواهش کرد از من از یتیم خانه ترجمه حال او را گرفته بیارم. من حجت قلبکی تیار کردم. با زفر دروغ گفتم که زلیخا خواهر توست. من دیوانه از کجا میدانستم که دوست داشتنی من این مهری فرزند پدری بوده است. تو چی کار کردی یوسف؟ نفهمی؟ تو با من خیانت کردی. زلیخا ما رو ببخش. خدا تو رو ببخشد. گوش کن، صبر کن. برای موی سری تو از معلمه گپ شنیدیم. موی سرت رو پس کن. سلام بچو. این زفر گم شده پیدا شده است کو؟ ها زفر جان بخیر است؟ روزهای آخر نبودی؟ ها کمتر کاری مهم داشتم از همین سبب نبودم. خیر شما آدمای سرکار ما آدمای بیکار. خیر ای زفر جون در وقت نبودن تو ما در این خوابگاه دلگیر شدیم. هیچ گپ نی. از این پس همراه شمایم. زفر یک چیز را پرسم ممکن است؟ مرحمت. مگر رابطه تو و زلیخا کنده شده است ها؟ من نفهمیدم. چرا یک بار از زلیخا میپرسی؟ نه من یعنی گفتنیم که چند روز با زلیخا با همراهی یوسف است. برای همین پرسیدم. یوسف؟ بله با یوسف. یوسف یوسف خدایا با زفر چی کم کنم؟ با هر حال با او زن زدن در کار. یوسف لبا یوسف. سلام زفر. سلام. تو در کجایی؟ در خوابگاه. با نزد بیمارخانه شو آماده میتوانی؟ بخیر است یوسف؟ تو بیا بعد من همش رو میفهمونم. ها مایلش حاضر میایم. خب کیستی؟ این من صاحب خانه. تو با من چی کار کردی پرویز؟ هیچ گپ نی. پروا نکن. همش رو من خودم درست میکنم. پرویز؟ گلنازه؟ تو نامم فریبگر خاموش. مرحبت من همش رو با کلا میگیرم. اگر خواهی خودی پگاه توی بکنم فقط تو دادو فیگو نکن. اکنون با او چی فهمم؟ او ما رو میبخشیده باشد. سلام یوسف. سلام زفر.
چی گپ شد از در این بیمارخونه ای؟ ظفر مرا ببخش. تو چی گناه کرده که از من بخشش طلب میکنی؟ من با تو زلیخا خیانت کردم. چی؟ شما را فریب دادم. یوسف چی خیلی خیانت؟ من زلیخا را دوست داشتم و خواستم که او را به خود مایل کنم. هر آنچه که آید ترجمه حال تو من گفتم این همه دروغ بود. میفهمی ظفر؟ دروغ. حقیقت این است که زلیخا خواهر تو نه بلکه خواهر من بوده است. من یتیم اینقدر سالها فکر میکردم که تو دوستی جانی منی، در زندگی دستگیری میکنی، اما اکنون فهمیدم که تو با من دوست نه بلکه دشمن بوده ای. میفهمی؟ دشمن. خیز اینجا بیا. زلیخا حالا در کجاست؟ زلیخا با صدمه دچار شده است. حالا در وزنی خونه است. زلیخا 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 چشمان شعلایت را کشو. زلیخا جون، زلیخا مرا ببخش. زلیخا من امروز تو را رنجانیدم، مرا ببخش. من وعده میدهم که دیگر تو را نمیرنجانم. وای من تو را بخشیدم. زلیخا جون خواهش میکنم مرا تنها نمان. زلیخا نه. تو از من رفتی و من ناله و فریاد کردم، یارم تو رو یاد کردم، یارم تو رو یاد کردم، زی درد و غمی دیرم شعری نو ایجاد کردم، یارم تو رو یاد کردم، یارم تو رو یاد کردم. تو از من رفتی و من به یار گشتم، در کوهی عشق تو من دوچار گشتم، نیافتم نشانه از تو من یارم، زی غمی